آیا زن از شوهر پنهانی پدر و مادرش را به عمره روان کند 2 یا 3 مراتب همین ثواب میگیرد یا نه؟ دوام ثواب. و بعد از این غیر از این به نام پدرش با نیت آن که پسرش کلان شود خانه خرید است به اجازت شوهر و از شوهر پنهانی، شوهرش صاحب کار بوده است. نه این خیلی کارهای کلان به اجازت شوهر کردن ممکن نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر به خانه تو مثلا پرسنده اومد یا مثلا به یگان همسایه به یگان آدمی محتاج پول خیر کردید، نان دادید، طعام دادید بدون اجازت شوهر، به شوهرتون هم ثواب است به شما هم ثواب است. گفتن که یعنی که این دلالت به اجازت بودنش میکند. لیکن کاری کلام مانند عمره و فرستاندنی پدر و مادر که تقریبا $5000 هست اینه باید اجازت پرسد. حتی استادمون شیخ شنقیطی الله تعالی حفظ کند میگفتن که پولی حلال خودش باشد اما میزنک فرض کنیم پول دارد از پدرش گرفتگی مثلا یا خودش یگان تجارت دارد مثلا زنک همین پولی خودشه از شوهر رسیده صرف کنه ولی پولی شوهر آن طرف است. برای آن که خاصتا من با 2 بار 3 بار عمره و فرستانده است میگوید این البته این هم توی عمره رفته آمدن $5000 دو کسبه با صرف و خراجاتی اونجا هست مثلا شاید 10000 میشه شاید 6000 میشه. این به هر حال پولی معیده نیست. این باید اجازت گیرد از شوهرش. اینچنین به پسرش خانه خریدن هم اجازت گیرد. فقط وقتی که یک صحابی زن آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله فلانی نام شوهرش گرفت به من و فرزندام به مقداری کفایه کننده پول نمیتید. سخت است پول شهری بسیار چشم گرسنه بسیار خسیس پول نمیتید. گفت برای من و برای فرزندام به قدر کفایه کننده رسنده و بسنده پول نمیتید. بعد گفتن که خودی من مال زوجکی بالمعروف او کما قال علیه الصلاة والسلام از پول مال شوهرت به قدری یعنی حاجتت به نیکی گیر گفتن یعنی اسراف کاری نه. مثلا تلفن در کار برای برنامه تماشا کردن برای پسرش که گپ زدن تلفن عادیه که همین وظیفه همین کارهای اجرا کرده میتوند مثلا ممکن $200 باشد $300 باشد همین قدر یا مثلا چیزی که به خانواده ضرور هست همون قدر یعنی چیزی قیمتی بعد نه همین قدر بدون اجازت شوهرش گرفته ضروریات خانه صرف کند مایلش بود از وای زیادتی چه نه برای همین اجازت پرسد از شوهرش چون این احتمال است که من مثال هست آدمایی که با برابری شنیدن زنش طلاق میده با پشیمان شده روایت گفته میگردن آخه به چی آورده رسوند این کاری به اجازت کردگیش بنابراین اجازت شوهرت گیرید خواهر عزیز. اصلی سوال این بود که ثواب میگیرد یا اینکه نه برای همین کارش. آخه گفتم کریم بمال غیرها سخی هست به مال غیرش. یک زنک وقتی اسیری کافرها بود از اونو گریخت و یک شتوری دولت سوار شد. اونجا شتوری بیت المال بود شتوری دولتی مسلمان های شتورش یک دهقان در یک چوپا میچرانید از شتورهای این وقتی که میگریزد آمده همین شتور سوار میشد و شتور از آن خودش نه همین که تا مدینه میرسد بعد نظر کرده از همین زنک اگر صحت سلامت به مدینه رسم به خاطر الله به شتور قربانی کنم. نه شتور از این خودش نکن. به قول استاد ما که کریم بمال غیری هست سخی به مال غیرش مال دیگه کس که دیگه همه مال. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که یا رسول الله من این شتور نظر کردگی هستم که در خاطر الله به خاطر الله ذبح کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بی سما جزایتی بسیار مکافاتی بد دادی گفتن
بسیار جزای بد دادی و توی نجات داده سو تو با یک کشنامه نیت کردی بسیار جزای بد دادی آخر بعد گفتن که صدقه از مال خودت میشد از مال کس نه آخر خیر و سخاوت از مال خودت چقدر مال دیگه کسی به اجازت خیر میکردی با ثواب امیدوار میشی بنابراین این کار خودش نادرست است به شوهر ثواب میشد اگر شوهر هم راضی شود به این زن هم ثواب میشد لیکن راضیگی شرط است خیلی نیکی کار خیر گفته مثلا گیرید صرف کنید این در حالت های ضرورت در حالت های ضرورت مثلا شوهر اجازت نمیتید $1,000,000 پول دارد اجازت نمیتید مسلمان ها محتاج هستند مسلمان ها به $5,000 محتاج هستند به $10,000 محتاج هستند او شوهر نمیتید او فرض است از این پول افتاد دادن عین همین حالت بله در همین حالت اگر شوهرش پرسیدو نمیداده باشد برای نفع عمومی که آینده این روز قیامت به شوهرش هم ثواب میشد بله در این حالت یعنی دزدیده یا که بی اجازت گرفته دادنش شاید در بعضی حالت ها اجازت شد برای این فتوای خاص میگیرد لیکن اصل اجازت نیست برادرای خوار عزیز بله